سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. حتما کانال را دنبال کنید و زنگوله را بزنید تا از جدیدترین ویدیوها با خبر شوید. امروز با یک موضوع بسیار جالب و شگفت‌انگیز در خدمت شما هستیم. عجیبترین رسم و رواج‌های فرانسه که شاید هیچ وقت نشنیده باشید. امروز می‌خواهیم درباره عجیب‌ترین رسم و رواج‌های فرانسه صحبت کنیم. این کشور با فرهنگی غنی و تاریخ طولانی، رسم و رسوم منحصر به فردی دارد که شاید شما را شگفت زده کند. ازدواج‌ها یکی از رسوم عجیب در برخی مناطق فرانسه این است که عروس و داماد بعد از مراسم عروسی سوپی به نام سوپ عروسی می‌خورند که معمولاً شامل شکلات و دیگر خوراکی‌های انرژیزا است. این سوپ به عروس و داماد انرژی لازم برای شب عروسی را می‌دهد. غذاها فرانسوی‌ها غذاهای خاص و عجیب زیادی دارند. یکی از این غذاها اسوکارگو یا همان حلزون است که به عنوان یک غذای لوکس سرو می شود. همچنین فوآگرا که از جگر چرب قاز تهیه می شود، یکی دیگر از غذاهای خاص و معروف فرانسه است. آهنگها، موسیقی در فرهنگ فرانسوی جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از سنت‌های جالب برگزاری جشنواره موسیقی فتیدی لا میوزیک است که در اولین روز تابستان برگزار می شود. در این روز خیابانها پر از موسیقیدانانی می شود که به صورت رایگان اجرا می کنند و مردم را به شادی و رقص دعوت می کنند. دیگر رسوم، یکی از رسوم قدیمی و جالب در فرانسه بولز دی نول است. در این مراسم مردم در کریسمس توپ‌هایی از شیشه‌های رنگی درست می‌کنند و به درخت کریسمس آویزان می‌کنند.